سلام دوستان عزیز، خوش آمدین به چینل طلوع افغان. این ویدیو رو لایک کنین و سابسکرایب کنین. من چند نفر را نام میگیرم. من خواهش میکنم از دوستان عزیز و بزرگوارم که این قسمت حرفای من را اسکرین بگیرن و بفرستن به این عزیزان. من واقعا به عنوان یک مسلمان والله ناراحت میشم. یک پیام برادرانه دارم به اینها، پیام برادرانه و پیام نرم. چند نفر را نام میگیرم. من خواهش میکنم که دوستان عزیز و بزرگوارم کمی تحمل کنید. شاید من بعضی افرادی را نام بگیرم که خیلی حتاکن، خیلی دشنام میدن، ولی من برادروار میخوام به اینها پیام بدن. شما ناراحت نشید. من با نرمی میخوام با اینها صحبت کنم. یک نصیحت برادرانه دارم. یک برادر ما هست به نام 420 محفوظ پنشیری. من والله خیلی مدتی است که حرفایی را گوش میکنم. میبینم که آدم دینداریه، یعنی دین داره و احساس داره، احساس اسلامی داره، ولی متاسفانه از زبان این برادر خود گهگاهی حرفایی میشنوم در یوتیوب که به والله قسم گوشم به درد میاد از شنیدن آن. و گاهی میبینم که متاسفانه بر علیه برخی از اقوام تخت و تاز میکنه و این عزیز ما به خاطر این که میبینه برخی دیگه دشنام میدن، حرفای چتی میگن، حرفای مزخرف میگن، این هم میایه مقابله بالمثل میکنه. عزیز من، برادر عزیزم، تو ماشاءالله انسانی هستی که نباید چونین باشی. تو این جوانی خود را استفاده بکن برای دعوت دینت، استفاده بکن برای پیشبرد علوم، استفاده بکن برای رساندن معلومات خود برای دیگران. برای تو شایسته نیست برادر عزیزم این کارها و تو یک آدم دیندار معلوم میشی. من میبینم یعنی از چهرهت، از حرفایت مشخصه، ولی گهگاهی به دخترهای برای تماس میگیرن، دخترهای بیادب حرفای مزخرف میزنن، افراد بیادب برای تماس میگیرن، حرفای مزخرف میزنن. خودت گهگاهی از دهانت حرفای بیرون میشه که اصلا گوش انسان نمیتونه آن را بشنوه. کمی عزیز من دقت بکن روی این قضیه. تو یک جوان مسلمانی. این ویدیو رو تا آخر تماشا نمودین. از یادتان نره که سابسکرایب کنین برام. از تازه ترین ویدیوهای من با خبر میشین. زنگوله را فشار بتین و با دوستان خود شریک بسازین این ویدیو را و این ویدیو را لایک کنین یا تامز اپ بتین. وقت خوش.